سلام به همگی. اومدم یکم ماینکرافت براتون بازی کنم و چند تا ترفند بهتون نشون بدم. خب بریم سراغ ماین. تا استارت بشه من فیلم رو استاپ میکنم. خب بچه من داشتم برای خودم یه ورد درست میکردم که خلوت باشه. حداقل مثلا اسمشو میذارم گیمر. خب من اینو وردشو فلت کنم، یعنی زمین صاف، اینم فعال، مثبت، این مودم هیچ. خب تا ورد استارت شه فیلم استاپ. خب ورد شروع شد. نسخه من خیلی جدیده، 1.16.210.50. خب اینم اسکین منه. میخوام براتون یه چیزی بسازم خیلی جالب و باحال. به این موارد نیاز، یعنی به این وسایل نیاز داریم، با آیتم دلخواه و یک شیشه. خب اینجا رو میکنیم، یه دونه از اینا میذاریم، بعدش یه دونه اینجا رو باید خاموش میکنیم. خاموشش میکنیم، بعد آبو برمیداریم. این که چوبه همینجاست ولی خاموشه. بعد این میذاریم اینجا. بعدش یه دونه از این هم نیاز داریم، لودستون، که اگر با آتنامو بزنین روش دیگه خودتون میدونین چی میشه. میذاریم اینجا، میشینیم. این باید دستش اینطوری بشه. خب ببخشید، اینجا میزنین تا اینکه برسه اینجا. بعدش یکم بیارینش جلوتر با پیستون. عدد پیستونتون بهتره که چسبناک نباشه، وگرنه مشکل میشه. خب بعدش این بلوکا رو میذارین. البته بلوک دلخواهه، میتونین هر بلوکی که دلتون بخواد. از این لامپا هم میذارین اینجا. البته میبینی نمیشه، پس یه دونه از این لامپا ببخشید میاد اینجا. این هم میاد اینجا. 2 تا پیستون میذاریم و بعدش هم از این. خب بله، و همین صورت که میبینید و تمام شد. همینطور که میبینید الماس توی شیشه. ممنونم که ویدیوشو دیدین و تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.